Mana یک طبق بود بین سید مومین شاه محمدов منطقه رشت و عادل سفرов از ناحیه خاولین. بین هر دوی اینها $500 امریکایی. این از نام یکی از مربیان معروف کنگر روش شد باشد سیدالله مخکم. انمی توفه یعنی که ما این را حساب میکنیم جایزه سیدالله مخکم، نه اینکه از نام وی، فقط جایزه سیدالله مخکم. این جایزه به مقدار $500 امریکایی می باشد. به هر دو اقبال و آبرو. آوره نگاه کنید. میرزا جمیل و حریف او برآمد. حمله بهترین پهلوان ناحیه وحش عزیز پهلوان شربچه کلابی 13 خوش به حالت شادمان پهلوان 13 از شهر کلاب. برادرها ما گفتیم مردمی واسه و کنگرد ننگ و ناموس بیسارای محله دهنه کلاب والله ما صح برادران حلال حلال انا سهرابی و وحدتی حلال تن میکنم. ضرور بکن خدا جانم من نبینم